سلام. خوش اومدید به قسمت اول از دوره مقدماتی پهپادهای غیرنظامی شرکت رابین اگرو. توی این جلسه میخوایم از نقطه صفر شروع کنیم. از سوالی که شاید ساده به نظر برسه. اما جواب درستش پایه تمام آموزش‌های بعدیه. پهپاد دقیقاً چیه؟ پهپاد یا UAV مخفف وسیله پرنده بدون سرنشین هست. یعنی یک پرنده هوشمند که بدون حضور خلبان داخل کابین میتونه با ریموت کنترل، تلفن همراه یا حتی کاملا خودکار پرواز کنه. اما نکته مهم اینه که پهپاد فقط یک اسباب بازی پرنده نیست، یک سیستم کامله. یعنی مجموعی از موتورها، کنترلر، سنسورها، گیرنده GPS، باتری، دوربین و نرم افزار که کنار هم کار میکنن تا این پرواز دقیق و کنترل شده رو ممکن کنن. پهپادهای غیر نظامی که موضوع دوره ما هستن برای کاربردهای کاملا صلح‌آمیز و حرفه‌ای استفاده میشن، مثل فیلمبرداری هوایی، نقشه برداری، پایش مزارع کشاورزی، سمپاشی، مدیریت باغ‌ها، امداد و نجات، بازرسی صنعتی و حتی پروژه‌های سینمایی. به همین دلیل امروز پهپاد تبدیل شده به یک ابزار قدرتمند. ابزاری که خیلی از کارا رو سریع‌تر، دقیق‌تر و کم هزینه‌تر انجام میده. حالا چرا فهمیدن تعریف دقیق پهپاد مهمه؟ چون وقتی بدونید پهپاد یک سیستم هوشمنده، میتونید رفتارهاش، محدودیت‌هاش و توانایی‌هاش رو بهتر کنترل کنید. مثلا وقتی میدونید که کنترل پرواز پهپاد کاملا وابسته به سنسورهاست، متوجه میشید چرا در شرایط باد شدید یا مکانهای دارای تداخل GPS باید با دقت بیشتری پرواز کرد. یا وقتی میفهمید که دوربین پهپاد فقط یک لنز نیست، بلکه بخشی از یک سیستم پایدار کننده است، یاد میگیرید چطور تصاویر سینمایی با کیفیت بالا بگیرید. در این دوره ما قدم به قدم از پایه تا سطح حرفه‌ای جلو میریم. توی جلسات بعدی با انواع پهپادها آشنا میشید. یاد میگیرید چه مدلی برای چه کاری مناسبه، چطور تنظیمات پرواز رو کنترل کنید، چطور ایمن پرواز کنید و در نهایت تبدیل میشید به یک اپراتور مطمئن و حرفه‌ای. هدف ما در رابین اگرو اینه که شما فقط پرواز کردن رو یاد نگیرید، بلکه پرواز حرفه‌ای، ایمن و کاربردی رو تجربه کنید. پس اگر آماده اید، بریم سراغ ادامه مسیر و یادگیری دنیای جذاب پهپادهای غیر نظامی. این تازه شروع دوره مقدماتی ماست.